دوستان ارجمند، شاعر میگوید که بیا مهمان من شوی برادر، گلستان کن دم کاشانه من. بیا هرگه دستی خالی اما دلی خالی میا بر خانه من اطمینان دارم که هر یکی ما و شما در این روز، در این بزم وصال نوخانه‌داران امید جان و زمیره خان، در این خوشبختی دو عائله بزرگ، عائله تقایفا و عائله شریف وفا با مهر و محبت و یک صمیمیت و یک دلنیتی پاک قدم رنج نموده. از این رو من میخوام سخن اولین را از زبان دو تن شاهده که یکی در پهلوی شهی نکوی اقبال و دیگری در پهلوی عروسی نازنین نشستن آغاز کنیم. مرحمت جعفر جان در پهلوی امید جان نشستن و در پهلوی زمیره خان این خواهر مهربان ما. خواهش میکنم مرحمت کنید نزد بلندگویه گوید و تمنیاتی نخستین محفل این شب را برای عروس داماد گفته باشید. مرحمت خواهر عزیز بیاید. ای دوست، ای دوست، ای دوست، جبری تو از آن کشم که روی تو نکوست. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست، ای بیخبران بهشت با دوست نکوست.